آقا سر یه مسئله دنبال یه نفر بودیم، هر کاری میکردیم پیداش نمیکردیم. مسئله مالی بود. یهو یه نفر اومد گفت من میشناسمش، یه مبلغی ازتون میگیرم، جاشو بهتون لو میدم. ما هم دیگه هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، هیچ راهی نداشتیم. پولو بهش دادیم، جا رو بهمون لو داد. ما هم با مأمور رفتیم دنبالش، گرفتیمش، اومدیم بیاریمش بیرون. گفت یه لحظه وایسید، یه نفر رو میشناسم، بهش زنگ میزنم بهم کمک میکنه. یهو گوشیشو در آورد گفت سلام داداش، میتونی بهم کمک کنی؟ زنگ زد به همونی که لوش داده بود به ما. خواستم اینو بهتون بگم، به هر درد نخوری نگید داداش. داداش یعنی کسی که به دادت برسه تو سختی ها. من نمیگم رفاقت وجود نداره، وجود داره، ولی این نسل وجودشو نداره.